درود به شما عزیزان، من رضا تجدان هستم. خوش اومدید به کانال ما. درود بر شما، من هم نازنین هستم. خب امروز میخوایم یه نگاه دقیق‌تر و عمیق‌تر بندازیم به یکی از فیلم‌های خب میشه گفت بحث برانگیز 2024. آها. صحبت از بازسازی آمریکایی فیلم دانمارکی Speak No Evil هست. بله. یا به فارسی حرف بد نزن. یه فیلمیه که شاید اولش یعنی در ظاهر یه تریلر روانشناختی ساده به نظر بیاد، اما خب لایه‌های جالبی داره برای شکافتن. هدفمون اینه که با هم ببینیم این فیلم چطور کار میکنه، اصلاً چه حسی رو منتقل میکنه و چرا اینقدر توجه جلب کرده. و یه نکته اولیه که راستش خیلی جلب توجه میکنه سرعت ساخته شدن این بازسازیه. آره خیلی سریع بود. آره، نسخه اصلی دانمارکی که خب خودش فیلم فوق‌العاده قوی و تاثیرگذاری بود مال سال 2022 هستش. فقط 2 سال پیش. دقیقاً، این که فقط 2 سال بعد یه بازسازی آمریکایی با این کیفیت داریم نشون میده که ایده اصلی فیلم یعنی پتانسیل جهانیش چقدر بالا بوده. درسته. و سازنده‌های آمریکایی هم زود اینو گرفتن. این سرعت یکم کم سابقه است. آدم کنجکاو میشه که آیا تونستن حق مطلب رو ادا کنن یا نه. دقیقاً. خب بذار اول خط کلی داستان رو بگیم، البته خیلی کلی که چیزی لو نره. آره حتما. داستان درباره یه خانواده معمولیه، آمریکایی هن. بن و لوئیز و دخترشون اگنس. توی تعطیلات تو ایتالیا با یه خانواده دیگه آشنا میشن. پدی و سیسی و پسرشون آنت. بله. اولش همه چی خیلی خوبه، دوستانه و گرم. بعد یه مدتی که برمیگردن خانواده آمریکایی یه دعوتنامه میگیرن که برن پیششون. آره، که آخر هفته رو برن ویلای اونا. یه ویلای دور افتاده و قشنگ توی حومه شهر. همین نقطه شروع خیلی آشناست برای خیلیا، نه؟ اون هیجان آشنایی با آدمای جدید، امید به یه دوستی تازه. آره دیگه. اما فیلم از همون اول خیلی با ظرافت بذرهای شک و یه جور ناراحتی رو میکاره. درسته. چیزی که قرار بود یه آخر هفته خوب باشه، یواش یواش تبدیل میشه به یه سری موقعیت‌های ناجور، برخوردای عجیب که خب اساس فیلم همینه. و دقیقاً همینجا میرسیم به اون قلب تپنده فیلم، همین نسخه هم نسخه اصلی دانمارکی. چی؟ استفاده از معذب بودن اجتماعی به عنوان موتور وحشت. این به نظر من ایده درخشان فیلمه. 100%. اینکه چطور فشار برای اینکه مؤدب باشی، ظاهر رو حفظ کنی، نخوای میزبان رو ناراحت کنی، میتونه آدما رو وادار کنه موقعیت‌هایی رو تحمل کنن که تمام وجودشون داره داد میزنه یه جای کار غلطه. کاملا درسته. این فیلم خیلی بیرحمانه انگشت میذاره روی این وتر حساس. ببین، شخصیت‌های اصلی بن که اسکات مکنیری بازیش میکنه و لوئیز با بازی مکنزی دیویس، بله. بارها و بارها با رفتارهای عجیب، درخواستای نامتعارف یا حرفای ناجور از طرف میزباناشون یعنی پدی، جیمز مکاوی و سیسی، اشلیک فرانچوزی روبرو میشن. هر دفعه یه چیزی هست. آره، هر دفعه یه پرچم قرمز جدید میاد بالا. اما اونا به جای اینکه یه واکنش قاطع نشون بدن، سعی میکنن توجیه کنن، ندیده بگیرن یا با یه لبخند معذب رد شن. اینجاست که ما به عنوان تماشاچی دیگه داریم دیوونه میشیم. آره. چون ما داریم از بیرون نگاه میکنیم. ژانر فیلم رو میدونیم تریلره، میدونیم اوضاع قراره بد بشه، همش به خودمون میگیم خب پاشو برو دیگه. مؤدب بودن چیه بابا وقتی حس میکنی یه چیزی درست نیست؟ آره دقیقاً. اما فیلم خیلی خوب نشون میده که تو اون لحظه برای اون آدما شکستن اون قراردادهای نانوشته اجتماعی چقدر سخته. ترس از اینکه بی‌ادب به نظر برسی، ترس از قضاوت، ترس از اینکه نکنه داری اشتباه میکنی و طرف منظوری نداشته، اینا مانع میشه. و نکته جالبش اینه که این موقعیت‌ها اغلب خیلی ریز و ظریف شروع میشن. یه شوخی که یکم زیادی بی‌پرده است، یه انتقاد کوچولو از بچه‌داریشون، یه درخواست غیر منتظره. هیچ کدوم اونقدر نیست که چمدون تو ببندی و بری. ولی مجموع این هاست که فضا رو مسموم و پرتنش میکنه. سوالی که فیلم مطرح میکنه اینه که مرز بین ادب و حفظ امنیت خودت کجاست؟ چقدر حاضریم از خودمون و غریزمون کوتاه بیایم تا بقیه رو ناراحت نکنیم؟
و این سوالیه که فقط مال این موقعیت‌ها نیست، تو خیلی از جنبه‌های زندگی روزمره هم هست. حالا که حرف نسخه اصلی دانمارکی شد، بیا یکم این دوتا رو مقایسه کنیم. حتماً. یکی از اولین چیزایی که توی نسخه آمریکایی به چشم میاد که کارگردانش جیمز واتکینزه، همونی که قبلاً دریاچه بهشت و زن سیاهپوش رو ساخته بود. آره، کار ترسناک خوبی داره. آره. وفاداری قابل توجهی به لحن و اتمسفر فیلم اصلی. این خودش خیلی مثبته به نظرم. موافقم. یعنی این بازسازی نخواسته فیلم رو تبدیل به یه اسلشر یا یه فیلم پر از جامپ اسکر کنه. اما خب تفاوت‌هایی هم هست. شاید بشه گفت نسخه آمریکایی در کل یکم نرمتر شده یا به قول معروف قابل هضم‌تر. اما اگه دنبال اون ضربه نهایی کوبنده و اون تاریکی مطلق نسخه اصلی هستین، شاید این نسخه یکم محافظه‌کارانه تر باشه. و همینجا باید دوباره تأکید کنیم اگه این نسخه رو دیدید و ایدهش براتون جالب بود، حتما برید سراغ نسخه اصلی دانمارکی مال 2022. آره، حتما. اون فیلم یه تجربه فراموش ناشدنیه، هرچند خیلی سخت و تاریکه. مقایسه این دوتا خودش میتونه خیلی آموزنده باشه درباره تفاوت‌های فرهنگی توی روایت و دریافت داستان‌های ترسناک. بسیار خوب. حالا برسیم به یکی از نقاط قوت اصلی این بازسازی. بازی‌ها. آره، بدون شک ستاره بیچون و چرای فیلم جیمز مک‌آویه توی نقش پدی، اون میزبان بظاهر خوشمشرب و پر انرژی. بازی مک‌آوی اینجا فوق‌العاده است. واقعا همینه. یه کاریزمای خطرناک و غیرقابل پیشبینی به نقش میده. در مقابلش اسکات مکنیری تو نقش بن، پدر خانواده مهمان، کار خیلی سختی داره. باید نقش مردی رو بازی کنه که ذاتاً منفعل به نظر میاد، کسی که همش سعی میکنه موقعیت‌های ناجور رو ندیده بگیره، از رویارویی مستقیم فرار کنه. این نقشیه که راحت میتونه منفور بشه. آره، ممکنه هرس آدمو در بیاره. کنارش مکنزی دیویس تو نقش لوئیز، زن بن، نقش فعالتر و شاید نماینده بهتری برای نگاه مخاطبه. آره، اون زودتر شک میکنه. و نباید از اشلیک فرانسوزی تو نقش سیسی، زن پدی، غافل شد. بله. هرچند نقشش شاید به اندازه مکاوی پرزرق و برق نباشه، اما اون به عنوان نیمه دیگه این زوج میزبان عجیب و غریب کاملا مؤثره. خب، با در نظر گرفتن همه اینا اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، باید بگم که نسخه 2024 راستش بهتر از اون چیزی بود که معمولاً از یه بازسازی سریع انتظار میره. آره، منم موافقم. فیلم تونسته با موفقیت اون اتمسفر سنگین و آزاردهنده معذب بودن اجتماعی رو بازسازی کنه و با تکیه به بازی‌های قوی، مخصوصاً جیمز مک‌آوی، یه تجربه پرتنش و درگیر کننده بده. این فیلم نشون میده که بازسازی لزوما نباید کپی برابر اصل باشه. میشه با حفظ هسته اصلی و احترام به فیلم اول تغییرات کوچیکی داد تا فیلم با مخاطب جدید یا فرهنگ دیگه ارتباط بگیره. پس پیشنهاد نهایی ما اینه: اگه دنبال یه هیجان روانشناختی هستین که با اعصابتون بازی کنه، اگه از فیلمایی که شما رو تو موقعیت‌های اجتماعی خیلی ناجور و پرتنش میذارن لذت میبرین یا حداقل تحملشو دارین، میتونه انتخاب خیلی خوبی باشه. این فیلم نیست که راحت فراموشش کنین و احتمالاً بعد از دیدنش یکم بیشتر به اون تعارفات و قراردادهای اجتماعی روزمره فکر میکنین. و البته توصیه همیشگی ما، اگه این نسخه رو دوست داشتین، حتما خودتون رو برای رویارویی با نسخه اصلی دانمارکی آماده کنین. حتما. اون فیلم شما رو به لایه‌های عمیق‌تر و تاریک‌تری از این وحشت اجتماعی میبره و بحث مقایسه این دوتا هم میتونه خیلی جذاب باشه. و شاید اون سوال آخری که فیلم براتون میذاره این باشه که تو زندگی خودمون چند بار نشانه‌های خطر رو به خاطر ترس از بی‌ادبی یا خراب نکردن یه موقعیت اجتماعی نادیده گرفتیم. مرز باریک بین ادب و محافظت از خود واقعاً کجاست؟ خب، اینم از بررسی ما برای فیلم Speak No Evil، محصول 2024. امیدواریم از این بحث و نگاه دقیق‌تر لذت برده باشید. منتظر ویدیوی بعدی ما باشید و برای اینکه ویدیوی بعدی ما رو از دست ندید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله بغلش هم بزنید تا از ویدیوی بعدی ما با خبر بشید. و اگه از برنامه امروزمون خوشتون اومده، ویدیو رو لایک کنید. این کار شما خب به ما انگیزه میده تا محتوای بهتری براتون تولید کنیم. از اینکه امروزم با ما همراه بودید خیلی خیلی ممنونیم. تا برنامه بعدی، بدرود. خدا نگهدار.